در تالار مؤسسه تعلیمی رقم 7 شهر باختر با اشتراک وسیع اشتراک کنندگان آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب از علم فروغ معرفت و خوری برگزار گردید. سردار ریاست معارف ولایت یادآور شد که برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب از این پیش از همه با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی راه اندازی می‌گردد. طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 ینوری سال روان بابت برگزاری این آزمون تغییرات و اضافه‌ها وارد گردید که این تنها دستگیری نوبتی رهبری سطح عالی کشور نسبت اشتراکداران این آزمون میباشد. ریاست معارف ولایت ختلان تصمیم گرفتند که با اشتراکچیان آزمون‌های علم فروغ معرفت و فروغ صبح دانایی کتاب است واخوری سودمند را به انجام رسانند. طبق نقشه چاره‌بینی‌های ریاست معارف ولایت ختلان بهر عملی نمودن امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره برگزاری آزمون‌های جمهوریوی علم فروغ معرفت فروغ صبح دانایی کتاب است در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 شهر باختر با اشتراکچیان آزمون‌های شهر و ناحیه‌ها واخوری برگزار کرده شد. در واخوری مذکور مسئولین برگزاری آزمون‌ها دایر به ترتیب و برگزاری آزمون و تغییر و اضافه‌هایی که امسال طبق امر پیشوای معظم ملت راه اندازی گردید فهمانده داده شد. گفته شد که آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است علم فروغ معرفت که شمار زیاد اشتراکداران خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی میباشند این پیش از همه در بدار نمودن ذوق کتابخوانی نسل نورس زمینه مساعد فراهم می‌آورد. برگزاری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برگزار می‌گردد. آزمون با مقصد رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، اختراع‌کاری، نوآوری، پیوست علم به استحصالات، جلب هرچه بیشتر خوانندگان و دانشجویان به آموزش فن‌های طبیعی دقیق و ریاضی می باشد. تاکید گردید که برگزاری این آزمون ترغیب نسل نوآور و ایجادکار می تواند ما را به هدف چهارم حکومت جمهوری صنعت کنونی با سرعت کشور نزدیک نماید. امر پیشوای معظم ملت درباره یک قطار آزمون‌های سطح جمهوری به تصویر است که از جمله آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت و فروغ صبح دانایی تاجیکستان وطن عزیز من به تصویر رسیدند. گفتم به مورد است که خوانندگان ولایت ختلان در سال تحصیل 2022-2023 یک در دور جمهوریوی علم فروغ معرفت سزاوار 20 جا و یک تا جایزه گردیدند که از این که 13 نفر خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی به حساب میروند و گفتم به مورد است که برگزار نمودن چنین آزمون و اقدام ها از جانب پیشوای معظم ملت این پیش از همه بلند برداشتن روحیه خوانندگان روحیه یعنی که نسل جوان و نسل قشر تمام قشر جامعه به حساب میرود زیرا از خود نمودن علم دانش و فراهم آوردن فضای معنوی به کل یعنی که جامعه با پیشروی بودن یعنی که جامعه این یک تکان جدی خواهد داد. سردار ریاست معارف ولایت به مسئولین مرکز تحصیلات علاوگی مرکز دریافت و رشد استعدادهای ولایت تاکید نمودند که همایش‌های آموزشی را بابت اشتراک فعالان طالب علمان تقویت بخشیده در شهر و ناحیه‌های ولایت کارهای تبلیغاتی را بیشتر فعال نمایند. شروع از انتخاب نامیناسیون، جابجاگذاری حجت‌ها و طبق طلبات نظامنامه شرکت ورزیدن از دور مکتبی، ناحیوی، ولایتی می‌تواند هر یک اشتراکچی لیاقتمند را به دور جمهوریوی آن راهبردی نماید. موافق تحلیل و مشاهده‌ها سال تا سال اشتراک خوانندگان، دانشجویان و دیگر نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه در آزمون‌های سطح جمهوریوی می‌افزاید که این از درک بلند مسئولیت شناسی و کتاب دوستی و کتابخوانی آنها گواهی می‌دهد. دستگیری نوبتی سرور دولت در سمت تأسیس 4 شاهجایزه این شماره دوستداران کلام بلندپایه شاعران گذشته و امروزه را زیاده می‌گرداند. اشتراکداران آزمون‌های بالاذکر که در دور جمهوریوی با مشکل‌ها روبرو گشتند یا اینکه در ترتیب حجت‌گذاری آنها کمبودی‌ها به مشاهده می‌رسد
имкон доранд ки ин ҳамаро бартараф намуда бо омодагии комил дар соли равон ширкат намоянд. низомномаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. ин фуруғи маърифатро аз номи раиси вилоят ҳамчун тӯҳфа ба иштирокдорон тақдим намуданд ки ин дастгирӣ ва воқиф гардидан аз тағйироти иловаҳо дар озмунҳои болозикр бобати омодагии иштирокдорон ҳамчун дастурамал кӯмак хоҳад намуд.